یا مجبلین با امر سبحان سلی بالین یا خطبی رسولان. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. شاهدان بر وجود خالقی یکتای خویش، بحر و برها درها دریاچه ها کهسارها. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. ببین در حفاظت زبان تاجیکی کسی مثل ملاها خدمت نکرده است. از جمله که سن نوشتم گفتم که ببین وقتی که ملاها سعدی و بیدل و حافظ و بهارستان اینایی میخوندن و طلبه ها مجبور بودن که این اعضا کنن تا اینکه زبان تاجیکشون کشاده شد و وقتی نطاقشون بالای منبر که در تاجیکی خطا نکنن مجبوری بود این درس. وقتی که ملا این میخوندن این آدمایی که حالا دعوای نیاگون پرستی اینو دارن اونا پوشکین خوانده فخر میکنن که ما شعرهای پوشکین میدونیم، دستایوسکی میدونیم، گوگل میدونیم، فلانه میدونیم، در حالی که اینا پنهانی این رو درس میکردن. در زمان شوروی کتاب حافظ به پررگی، کتاب بیدل به پررگی در همون درس خانه هایی که ملاها زیر زمین و هر کجا درس میکردن در کوه جاهای پنهانی به همین شکل این چیزی نیاگان ما حفظ کردن. یعنی از جهت زبان هم میخواد، از جهت نطق هم وقتی بریم دل خواه ملا صدها بیت عذاب میدند، چی از حافظ، چی از سعدی، چی از فلانه. وقتی امر معروف هم میکنند میبینیم بسیار شعرها رو میبینن. مثلا ملاهای مشهور من بنابراین اونها را آمده به این تمدن ستیزی و به نیاگان ستیزی عیب کردن یک بسیار بی‌انصافی و بی‌عدالتی هست. یعنی بخارایی که مثلا چند صد سالها تعلیمات دینی بود، همین کتاباش کتاب درسی بود، کتابای همین سعدی و حافظ و بیدل اینا میخوندن اونجا. زبان فارسی کی زبان مدرسه کرد اونجا؟ همین ملاها کردن. همینا بودن که همین کتابای درس کردن. من یاد دارم وقتی که ما مدینه رفتیم ازبکایی بودن که ترکمن هم بود تو حتی میگفت که ما کتاب حافظ و بیدل میدونیم و شعرهاشون از اون میخوند برای ما، شعرهای حافظ شعرهای سعدی از گلستان کتاب درس میخوندم میگم. یعنی همون بعد مدرسه که در بخارا بود تا ویران شدن شوروی در همون درس‌ها نهایی ازبکستان دیگه جا وجود داشت. منم حیران میشدم تاجیکی حرف نمیتونن لیکن بیتای سعدی و کرم میخوند. این نشانه چی است؟ نشانه است که همین ملا بودن که این زبانو داشتن. دیگر قوم ها مثلا نیت نماز هم به نزدیکی بسیار قوم ها مثلا به تاجیکی نیت میکنن نمازشون. یعنی به نفوذ این همین زبان و نفوذش با دین رفته که از اونجا. همچون دوم زبان اسلام تا چین. من این چینای اویغور رو نمیگم، چینی است. بنابراین به انصافی است که به ملاهای گویی که اینا ضد زبان تاجیکی هستن، ضد فرهنگ تاجیکی هستن. اصلا تو فرهنگ چی در نظر داری؟ اینا یه جای سوال است. فرهنگ چی؟ آنچه که تا اسلام است در نظر داری یا بعد اسلام در نظر داری یا هر دوش یک جای در نظر داری؟ بعد میشه صحبت کنیم اطراف این چیز. اگر فرهنگ بعد اسلام باشه مثلا اون چیزی که از همین سعدی و حافظ نگفته شده مثلا هیچ کس از همین قشر روحانی ها دیده پایبندتر به این فرهنگ نیست.